من ترجیح میدم پولمو خرج 4 تا بچه نداره مملکتم بکنم و بشم ناجی تا اینکه میلیون خرج کنم برم عربستان و بشم حاجی. عادت بشم از خسته نباشی داداش. من یه از اون دور داشتم نگاه می‌کردم موتور تو. مدل چنده این موتوره؟ داداش 83 واسه چی؟ 83 داداش خسته نمیشی پشت این میشینی اذیت نمیشی؟ خسته که داداش شرایط یه جوری شده نمیشه واقعا. بگم چطور؟ خرج تو تابجیامو دارم میدم. با این موتور خرج تو آبجی تو داری میدی؟ آره خرج خونه هم پدرم نمیتونه کار کنه سر اونم خرج خونه هم دارم خودم میدم. دمت گرم داداش. آره یه ذره گرفتاریم والا دیگه. آره یه چیزی بهت بگم. من ماشینم اونجاست خب اون دسته. بعد عرضم به حضورت که داداش من امروز اصلا عشق کردم حال کردم باهات از اون دور دیدمت یه حال اساسی بهت بدم اوکی سرت بگردم خاک پاتم مثلا امروز عشق کردم اصلا با این از اون دور دیدمت گفتم داداش به تو میرسه داداش بچه زحمت کشی هستی همیشه هم میبینم بعضی وقتی من اینجا وای میسی آره که با گوشیت سرویس بگیرم آره اشکال نداره حالا دنبال من بیا با ماشین من دارم میرم دنبال من بیا یه عشقی میخوام بدم پای اوکی بیا تو بیا مشکل نداره دنبال من بیا پشت سرم بیا باشه برو سرت بگردم بیا پس حرکت کن بیا داداش خوبی اذیت که نشدی برو سرت بگردم داداش اسمت چیه من کوچیک دمادم آقا اماد من خاک پاتم داداش این موتور برات توه دورت بگردم موتور صفره اما عشقی که بهت گفتیم عشق کردیم بهت بدیم دور سرت بگردم تو برو اذیت نکن به خدا ببین نه من کوچیکت محسنم آقا محسن دور سرت بگردم اونور نگاه کن داداش ما داریم ویدیو میگیریم ببین این سند منه خب دورت بگردم ما امروز عشق کردیم موتور بدیم به تو خب داش دیگه اذیت هم نشی دنده میدی در طول روزتم خوبه داداش من با رفیقم صحبت کردم نه دورت بگم موتور برای خودت اینا قلبم ضعیفه این سوئیچش هم برای خودت مبارکت بشه ما با آرمی این کارو کردیم دور چشات بگردم با رفیقم صحبت کردم خب گفت جایزه خواهرتم تمام جفت دو تا خواهر داشتی دیگه جفت خواهرتم تقبل میکنه خوبه اوکی قربان جدی میام